کتاب ای کوته آستینان در سال 1364 به چاپ رسید. البته در امریکا این کتاب چاپ شده بدون سانسور. اما گویی به مانند بسیاری دیگر از آثار سعیدی سیرجانی یا اجازه انتشار پیدا نکرد و یا پس از انتشار جمع‌آوری شد، چرا که به زعم مأموران محترم سانسور نوشته‌های او با پنبه سر مقدسات را می‌برد و بسیار زیرکانه و رندانه اسلام و انقلاب و زبان و فرهنگ را آلوده می‌سازد. اتهامی که سعیدی سیرجانی در سال 1372 در یادداشتی که برای کوته آستینان که در چند نسخه زیراکس تهیه شد می‌نویسد آن را دروغ شمرده و در نامه‌ای به هموطنان از ادعاهای بی‌اساس و تهمت‌های مضحک‌آمیز کیهان و کیهانیان به او شکایت می‌کند. در ادامه نیز ضمن آنکه از این حضرات درخواست می‌نماید که سند کارهای او مانند عضویت در ساواک و توهین به اسلام را منتشر کنند تا همگان با این ملحد جنایتکار آشنا گردند، می‌آورد هر کس در بیش از 10,000 صفحه تألیفات و نوشته‌های من یک جمله در تخفیف و توهین به اسلام بیابد، بنده دوره 6 جلدی تفسیر